میدونی چرا باز تو دوباره از این هدف دوباره دور میشی؟ یه مثالی برات بزنم اینو کامل متوجه شی. وقتی که گوشی 15% شارژ داره، تو وی پی ان تو، نت تو، همه چی تو خاموش میکنی، حتی نور صفحت هم کم میکنی، رو سیو باتری میذاری که باتری سیو کنه برات دیگه، یه باتری بمونه تا برسی خونه بزنی بهش. تو طول روزم همینی، از خودت هی مصرف میکنی، هی برای هدفت، برای هر چی که تو ذهنته داری تلاش میکنی، خسته‌ای، حوصله هیچ نداری، یهو اون وسط یکی میاد یه چی بهت میگه، به خاطر اینکه خودتو بخوای با اون طرف ثابت کنی، اون 15% هم مصرف میکنی، صفر میشی، میای خونه خسته کوفته، با خانواده بحثت میشه، هم دیگه هیچ انرژی نداری. چون اون 15% که باید سیف میکردی میآوردی تو خونه، اونم حتی تو دیگه نابودش کردی. قرار نیستش که هر کی هر چی میگه باید خودتو به طرف ثابت کنی، باید خودتو به خودت ثابت کنی، باید به خودت ثابت کنی که آقا این ماه تو باید این کارو بکنی، انقدر پشتش بذار تا اون مدتی که خودت میخوای بهش برسی و به خودت ثابت بشه که بابا تو میتونی این کارو بکنی. قرار نیست تو خودتو به بقیه ثابت کنی، اون یه ذره انرژی هم که باید بیاد تو خونه رو خرج خیابون، تو باید برای خونه هم حتی وقت بذاری، برای خونه هم باید انرژی داشته باشی. خودتو به خودت ثابت کن، نه به مردم. مسیر درستشه.